مردوک تمام سرزمین ها را به دنبال شاهی دادگر که دلخواهش باشد جستجو کرد. او کوروش شاه انشان را به دستانش گرفت و او را به نام خواند و شهریاری او را بر همگان به آوای بلند برخواند. منشور کوروش بزرگ، بندهای 11 و 12. با فروپاشی عصر برنز در حدود قرن 13 پیش از میلاد، دولت‌های هیتی و مصر در مسیر زوال قرار گرفته بودند و قدرتشان روز به روز کاهش می‌یافت. خلق قدرت ایجاد شده از ضعف این دو دولت فضا را برای شاهان ماجراجو بازگذاشته بود. عددنیرری دوم که به تازگی بر تخت پادشاهی آشور تکیه زده بود، توانست از موقعیت پیش آمده استفاده کند و بر مسیرهای تجاری شمال میان رودان چیره گردد. مردمان خشن و جنگجوی آشور با گذشت چند سده به یگان ابرقدرت منطقه تبدیل شدند. فروپاشی عصر برنز با آغاز قدرت گرفتن ایرانیان نیز همزمان بود. لشکرکشی های پیاپی شاهان کشورگشای آشوری به شمال غرب ایران قبیله های مادی را وادار به یک پارچگی و تشکیل دادن دولتی نمود که بتواند از ایشان در برابر یورش آشوریان محافظت نماید. پارسیان دیگر ایرانیان ساکن در غرب طی لشکرکشی های آشوریان مجبور به مهاجرت به سمت جنوب شدند و در مرزهای دولت ایران استقرار یافتند. جهان در حال تغییر کردن بود و از زمان آن فرا رسیده بود تا نظمی نوین بر جهان حاکم شود. نخستین بار در سالنامه شلمنسر سوم به سال 843 پیش از میلاد است که ما با نام پارسوا برخورد می‌کنیم و از آن پس هر بار که شاهان آشوری به مناطق شرقی امپراتوری خود لشکرکشی می‌کنند، از پارسیان در میان اقوام شکست خورده نام میبرند. میان قرن 9 تا قرن 7 پیش از میلاد، پارسیان برای رهایی